حالا این هم چهره حسن یزدانی، دلاوری از خطه پهلوان خیز مازندران، شهر جویبار. جویبار دیار پهلوانان، منطقه کشتی خیز مازندران و دیار مهدی حاجی زاده، مسعود اسماعیل پور، رضا یزدانی و کمیل قاسمی و دیگر پهلوانان این خطه. 19 ثانیه از وقت کشتی 30 ثانیه کشتی سپری شده. حالا 7 ثانیه دیگه سپری بشه، یک امتیاز برای حسن یزدانی در نظر خواهند گرفت و یک امتیاز فنی برای حسن یزدانی و یک اخطار برای حریفش در نظر خواهند گرفت. 1-0 به نفع حسن یزدانی در مقابل استفانوف گیروف از کشور بلغارستان. زیر کتفان حریف خودش یزدانی کار میکنه، باز هم قوس میکنه مرتب، حالا برای زیرگیری اقدام میکنه، از همونجا میزنه زیر کتفان حریف خودش، تعقیب میکنه، دور میزنه و میتونن اخطار رو دیگران به او بدن. میره برای یک لحظه به دنبال اجرای فن، حالا سرتیکی رو جفت جور کنه، بالاخره در بیرون تو شک موفق میشه رو خاک کنه و 2 امتیاز بگیره. همچون موج حمله میکنه، بی وقفه حمله میکنه. حالا میره تا اینکه حریف در بیرون تو شک خاک کنه، 2 امتیاز دیگه میگیره یزدانی، 2 امتیاز دیگه میگیره حسن یزدانی. با یه حمله برقاسا موفق میشه حریف خودشو خاک کنه و از او 2 امتیاز بگیره. سبکبال، راحت، با روحیه میاد تا وقت دومو پیگیری کنه. 4-0 تا این لحظه حسن یزدانی از جمهوری اسلامی ایران در آورگاه مسابقات جهانی و صحنه المپیک امریکا 4-0 از حریف خودش، بلغاری خودش پیش هست. یک بار دیگه سعی میکنه پیش بیندازه حریف خودشو. او در دور اول کره رو شکست داد، حالا در دور دوم در مقابل این کشتی قرار گرفته، یه زیرگیری و سعی میکنه که پای حسن یزدانی خاک کنه. حسن یزدانی تسلیم نمیشه، یه خمو تبدیل میکنه به مچ پا و سعی میکنه که مچ پا رو خاک کنه. رو پاش ایستادگی میکنه حسن یزدانی، حالا سعی میکنه پای یزدانی رو توش خارج کنه، نتونست خاک کنه یه خمشو که تبدیل کرده به مچ پا. پای یزدانی رو توش خارج میکنه و موفق میشه یک امتیاز بگیره. کشتی حالا 4-1 میشه. یک بار دیگه زیرگیری از استفانوف، از همونجا موفق میشه با سرتیکی او رو ضربه فنی کنه. ضربه فنی تمام موفق میشه شانه های او رو مثل خمیر به تشک بچسبونه، مثل خمیر شانه هاشو به تشک میچسبونه. در یک ضد حمله، در یک حمله برقاسا، در یک غافلگیری زیبا، تکنیک ناب ایرانی رو به اجرا میذاره حسن یزدانی. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. تبریک میگیم به هموطنان عزیز. حریف قبلیش هم ضربه فنی کرد، جانانه کشتی میگیره، بسیار با بدون حرف رقبای خودش شکست میده.